ما صداهای ضبط شده‌ای داریم از پیام‌هایی که از خارج از کشور برای این عوامل تروریستی آمده بود که شما در بین تظاهر کنندگان شلیک بکنید. اگر پلیس رو تونستید بزنید، پلیس رو بزنید. اگر نشد همون مردم عادی رو بزنید. اگر نشد همون دختری، همون پسری که جلوی شما قرار داره همون رو بزنید. و فقط مهم این هستش که تعداد کشته ها بره بالا، خون بیشتری ریخته بشه. تعداد زیادی از کسانی که در این قضایا متاسفانه کشته شدن از پشت سر توسط همین افراد شلیک شده بهشون و بعد وارد خشونت عریان به سبک گروهک داعش شدن. یعنی عوامل تروریستی که وارد شده بودن با استفاده از شیوه های داعش شروع کردن به اعمالی که حتی گفتنش هم سخته. سر تعدادی از افراد رو بریدن، سر نیروهای پلیس رو. اون بعضی از افراد رو زنده آتش زدن. و شروع کردن به صورت گسترده اماکن عمومی و ساختمان‌های دولتی